از این به بعد اسکلپ کردن قراره خیلی راحت تر بشه. فقط کافیه یک کندل رو تشخیص بدید تا بتونید یه ستاپ معاملاتی با احتمال موفقیت بالا داشته باشید. بیایید مرحله به مرحله بهتون یاد بدم. مرحله اول، دقیقاً ساعت 4:30 عصر به وقت ایران سقف و کف اولین کندل تایم فریم 15 دقیقه رو مشخص کنید. این محدوده جهت کلی بازار رو مشخص میکنه. مرحله دوم، تایم فریم رو به 1 دقیقه تغییر بدید و واکنش چارت به محدوده مشخص شده رو بررسی کنید. توی این بررسی کلوز کندل ها و شادو ها رو نادیده بگیرید و به جاش منتظر شکلگیری یک FVG باشید که محدوده تعیین شده رو بشکنه. این همون چیزیه که منتظرش بودی. مرحله سوم، بعد از شکست ناحیه استاپ لاس خودتون رو دقیقاً پشت کندلی که محدوده رو شکسته قرار بدید و ریسک به ریواردتون رو هم 1:2 در نظر بگیرید. حالا شما با استراتژی وارد معامله شدید، نه با حدس و شانس. این ویدیو رو سیو کنید چون این الگو تقریباً هر روز توی چارت شکل میگیره. برای آموزش های بیشتر هم ما رو دنبال کنید.